شهید صلح و آشتی ملی دیگر جنرال عبدالمومن اندرابی فرزند عبدالحمید خان در دهکده پشه‌ای قاسان اندراب ولایت بغلان چشم به جهان گشود. او سومین فرزند خانواده عبدالحمید خان بود. تاریخ تولد شهید مومن اندرابی مصادف است با زمستان سال 1332 هجری خورشیدی. عبدالمومن در اواخر سال 1338 خورشیدی شامل مکتب ابتدایی قاسان می گردد. در دوران حکومت وقت دانش آموزان نظامی از مکتب برگزیده می شدند. جسارت، استعداد و توانایی های ویژه سبب می شود که او هم به حیث دانش آموز ممتاز به مکتب نظامی یعنی حربی 16 انتخاب گردد و همین گونه در سال 1344 خورشیدی شامل مکتب نظامی می شود. پس از اکمال مکتب نظامی ایشان شامل دانشگاه نظامی یعنی حربی پوهنتون می گردد. شهید مومن اندرابی در سال 1353 خورشیدی با اخذ درجه تحصیلی لیسانس و رتبه نظامی دوم بریتمن فارغ تحصیل می گردد. جنرال عبدالمومن اندرابی بعد از فراغت نخستین دوره خدمتگزاریش را در فرقه 14 غزنی تجربه می کند. شهید مومن در جریان وظیفه توانست شهامت، شجاعت، کاردانی و مهارت مسلکی خویش را در راستای دفاع از خاک و وطن به نمایش بگذارد و به عنوان ستاره پردرخشش در آسمان اردوی کشور قدرت نمایی کند. پس از مدت کوتاه شهید مومن با تبارز استعدادی که در اجرای وظایف محوله داشتند در سال 1359 خورشیدی به صفت قماندان کندک کشف و سپس قماندان غند 10 فرقه بغلان برگزیده می شود. شهید مومن خیلی زود مدارج عالی نظامی را پیموده و در سال 1362 به صفت رئیس ارکان لوای 1 و بعد من حیث رئیس ارکان در لوای 10 ولایت ننگرهار اجرای وظیفه می کند. در سال 1365 شهید مومن به صفت قماندان لوای 4 نیمروز تعیین و در سرحدات جنوب غرب کشور مصدر خدمت می شود. سال 1367 خورشیدی است که جنرال شهید به صفت قماندان لوای 70 میکانیزه حیرتان انتخاب می گردد. پس از حکومت دکتر نجیب الله و شکلگیری حکومت اسلامی در کشور، معاونیت شورای عالی نظامی و اپراتیفی صفحات شمال، رئیس شورای نظامی شهر حیرتان، فرمانده گارنیزیون و قماندان فرقه 70 میکانیزه حیرتان از دیگر مسئولیت‌های خطیر نظامی بود که شهید دیگر جنرال مومن اندرابی عهدهدار آن و به خوبی رهبری کرد. شهید مومن در جریان وظایف نظامی 6 بار آماج گلوله‌های سرد دشمنان وطن قرار می‌گیرد. شهید مومن به معنای واقعی یک شخصیت نظامی بود. انسانی که سخاوت، مردانگی، وفا به عهد، پاکی و دلیریش مانند آفتاب بر همگان روشن و با تهیدستان جامعه برخورد خوبی داشت و کمک کردن را به فقرا مایه فخر می دانست. جنرال مومن مردی که یک بار دیگر نام اندراب را به جهان و تاریخ معاصر افغانستان معرفی کرد. شهید مومن از ساختار شکنها و کنشگران فعال و مؤثر در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان بود. اما بنا به دلایل مختلف تاکنون درباره شخصیت این بزرگ بحث رسمی و درخورشان و منزلتشان صورت نگرفته است. نقش جنرال مومن اندرابی در تغییر حکومت دکتر نجیب الله و روی کار آمدن حکومت اسلامی بدون خونریزی و برادرکشی نهایت برجسته بود. جنرال شهید صلح‌ها و خیرمنش و با خاطر از میان برداشتن اختلافات گروهی، حزبی و قومی تلاش‌های زیادی انجام دادند. حضور و نفوذ سنگین استبداد سبب شد تا شهید مومن به گونه شاید و باید و مردم افغانستان با معرفی گرفتن نشود. شهید جنرال مومن داعیه تأمین عدالت و حاکمیت من حیث حق شهروندی هر فرد شایسته و وطن دوست را در افغانستان عزیز داشت. برای عظمت طلبان در آن زمان قابل قبول نبود که یک رستازاده چون جنرال مومن شهید از فراخنای دره برخاسته و ادعای زعامت افغانستان را نماید. همین آرمان بلند وی سبب خاموشیش شد.
سرانجام چرخبال حامل جنرال مومن اندرابی در 14 جدی سال 1372 در حالی که برای فرونشانیدن جنگ‌های خانمانسوز داخلی اطراف شهر مزار شریف عازم محل می شدند، در یک سانحه هوایی به گونه مرموز به شهادت رسیده و در نتیجه جنرال مومن قلب تپنده وطن دوست و جوانترین افسر متحد کشور و همراهانشان از تپش باز می ماند. روحش شاد، یادش جاودانه و راهش پر رهرو باد.